درود دوستان، خیلی خوش اومدید به 10مین قسمت از پادکست پرژین پاپ. من میلاد هستم و مثل همیشه آپتیم و سروش کنار من حضور دارن. سلام عرض شده آقای. سلام علیکم. سلام علیکم. انشالله که ایام به کام باشه. قربان شما. انشالله برای همگی. انشالله شما هم خیلی بعد از قربانت بشم. بعد از 2 اپیزود گفتگو با مرتضی برگشتیم به ترکیب 3 نفره خودمون. تنها شدیم. مرتضی تنگ شد. آره، مخلص آقا مرتضی هم هستیم. الان که داریم اپیزود ضبط میکنیم، فردا قسمت دوم گفتگو با مرتضی عزیز منتشر میشه و از قسمت اول که استقبال خیلی خوب بود و اینجوری که مشخصه بچه‌ها خیلی خوششون اومده بود. دم شما گرم، خیلی لطف کرد. عرضم به حضورتون که مستقیم بریم تو بحث این قسمت، ببینیم که دنیا دست کیه. توی این قسمت تصمیم گرفتیم که در مورد داستان پرماجرای خونه و خونه پیدا کردن صحبت بکنیم. توی قسمتی که در مورد هزینه‌های زندگی صحبت کردیم یک مقدار در مورد داستان خونه حرف زدیم و انواع و اقسام خونه، چه آپشن هایی وجود داره برای اینی که آدم بتونه یک محل اقامت اجاره بکنه به اصطلاح، چون در خیلی از شرایط هم تو خب خونه کامل رو اجاره نمی‌کنی. و بعد از اینکه راجع به این قضیه صحبت کردیم، الان اومدیم که یک مقداری تمرکز بیشتر بذاریم روی داستان خونه پیدا کردن، چون واقعا برای هر کدوم از ما که هر دفعه با هم دیگه صحبت کردیم به نوعی یه چالش بوده و هر کدوم از بچه‌هایی هم که میان مخصوصا اوایلش خیلی چالش سختیه و حالا به طبع هر دفعه که بخوای خونه رو عوض بکنی دوباره داستان داره و پیدا کردنش کار راحتی نیست اصلا. آپتین تو میخوای اول شروع کن، ولی حالا توی صحبتت یه مقداری هم در مورد صحبت‌هایی که توی اون اپیزود هزینه‌ها انجام دادیم هم اشاره کن، هم در مورد حالا قیمت‌ها و هم در مورد اینکه کلاً سیستم چجوری و چجوری آدم میتونه راحت خونه پیدا بکنه توی امریکا. اوکی، ولی ببین اول قبل از اینکه ما وارد قضیه خونه بشیم ما یه فکتی رو باید بهش اشاره بکنیم، اینه که ما ایرانی هستیم و نمیتونیم عموما مثلا جایی اگه بخوای مثلا قبل مهاجرتت پیدا بکنی یه اعتماد خیلی عجیبی یارون باید بهت بکنه. حالا شما باز بیشتر، من مثلا اینجا اومدم خونه که فامیلا اون یکم موندم تا جایی پیدا کنم، ولی خب شما دو تا حس می‌کنم که بیشتر دست و پنجه نرم کردیم با این موضوع. البته من این صحبت رو یه اصلاح کوچیک بکنم که ما خارجی هستیم، یعنی خیلی لزوما با ایرانی بودنش ارتباطی نداره. یعنی بچه‌هایی که از کشورهای دیگه هم میان، از کشورهای حداقل حاشیه‌ای جایی که ما هستیم میان، هم همین مشکلات رو دارن به هر حال. نه آره، ولی بعضی موقع تو مشکل چیز نداری، مثلا با پول یه چیزی پرداخت میکنی و یارو تا جایی مثلا میدونی یه اطمینانی داره که اوکی یه پولی پرداخت شده. منظور فکر کنم اینه که سیستم بانکی وصل نیست که تو بتونی از ایران پول مثلا اجاره ماه اولو بزنی که طرف جا رو نگه داره برات. و حالا وارد مثلا حالا خاک آمریکا که بشی، شما چند تا آپشن داری. مثلا میتونی بری یه خونه کامل اجاره کنی که توصیه نمیشه طبیعتا، و معمولا میرسیم به دورم یا اتاق یا بیسمنت یا مثلا یه جایی از یه خونه یا حالا شما اجاره بکنی که این راههای مختلف داره. شما میتونی مثلا وارد بشی، مثلا خیلی موقع با ریلتورها، یعنی هم حالت معاملات ملکی و اینا، اونا جاهایی میشناسن که اجاره میده، میتونی با اونا حرف بزنی، ارتباط بگیری. یه چیزی که هست که یه عالمه وبسایت هست، شما میتونی فکر کنم رومیز.com که میتونی بری که رومیز.com رومی آها رومیز، آها انگلیسی رومی بکردم روی میز. نه رومیز.com مثلا همخونه پیدا، کسایی که مثلا دنبال همخونه رو میذارن، کسایی که خودشون دنبال خونن میذارن، یعنی کسی که خونه هم داره میتونه سرچ کنه شما رو پیدا کنه اگه بخواین، و شرایطو میذارن و اونجا میتونی ببینی که چی هست و چه اتاقی و مثلا دنبالش هستیم. یه چیز دیگه که برای حالا ما ایرانی‌ها به نظرم خوبه اینه که شما قبل اینکه بیاین به فیسبوک مارکت پلیس اون منطقه یه همچین چیزی یا گروه ایرانی های اون منطقه دسترسی پیدا کنید. حالا یه سریش تو فیسبوکه،
یه سریاش تو تلگرامه، مثلا ایرانی های واشنگتن دی سی، نمیدونم ایرانی های ویرجینیا، نمیدونم ایرانی های دی ام وی، حالا این حوزه ما رو بهش میگن دی ام وی. اونجا هم خیلی هست که من فکر میتونین کنم پیدا کنین که حداقل بالای برای 15 تا چیز هست توی آره مونتریال فقط برای اینجا خونه زیاد. گروه تلگرامی هست، یعنی اصلا خیلی زیاده. آره و به نظر من باز اینجا بهتره، چون گروه تلگرامی چون باید یه آشنایی دارن، میدونی که مشکل هست تو ایران، بیا اینا یه اعتمادی هست بهت کمک میکنن یه کمی اینا. به نظر من این آپشن خوبیه، ولی همیشه فیسبوک مارکت پلیس هم به نظرم جای بسیار خوبیه برای اگه میخواین حالا مثلا ایرانی نباشه یا کلا برداری میخواین آپشناتون رو زیاد کنین. به نظر من فیسبوک مارکت پلیس هم جای خوبیه. خیلی عالی. ولی اینجا سروش ما دقیقا این صحبت رو 1-2 روز پیش داشتیم با هم دیگه که یه لطفی کن قبل از اینکه حالا بریم سراغ تو یه توضیح بده که اصلا فیسبوک مارکت پلیس چیه، و داشتی میگفتی که مثل که وصل شدن بهش هم یه ذره داستان داره. آره ببین فیسبوک مارکت پلیس به طور کلی که مثل دیوار میمونه، سایت دیوار که هر کی هر چیو بخواد تبلیغ میذاره، چه بخواد بفروشه، چه مثلا یکی چم کارمند میخواد واسه یه کاری تبلیغ میذاره. دقیقاً همون قسمت چیز روزنامه بود تبلیغ داشتیم، کاملا همون سیستمه. اما خب زیر مجموعه فیسبوک شما باید اکانت فیسبوک رو داشته باشی که بتونی بهش دسترسی داشته باشی و تو همون اپ یا وبسایت فیسبوک هستش، اما برای ما ایرانیا در دسترس نیست، چون که لوکیشن ما رو حالا ما هر سری با وی پی ان وصل می‌شدیم فیسبوک، چون فیلتر بوده و خب آی پی ها فرق می‌کرده و همزمان هم لوکیشن تو میفهمه. تو اصلا توی پروفایلت زده باشی لوکیشن ایران، اصلا اکسس بهت نمیده به مارکت پلیس. سر همین من موقعی که اومدم اینجا خودم مجبور شدم، یعنی که بهم گفتش همچین چیزی هست و بعد رفتم گشتم دیدم نیست اصلا تو اپم. فهمیدم باید بری از توی ستینگ فیسبوک درخواستی بدی، اولا که لوکیشن تو باید عوض بکنی حالا یه جایی هر جا هستی جایی، چون مارکت پلیس اون لوکیشن رو میاره. بعد باید یه مدتی با اون آی پی وصل بشی، باید درخواست بدی، فیسبوک بره بررسی بکنه تا بعد نتیجه رو بعد 1-2 هفته بیاد بهت بگه که آقا یه ایمیل میفرسته اوکی شد، و بعد مثلا مارکت پلیس تازه به روی شما باز میشه که بتونی بری توش و ببینی چه خبره. و خب طبیعتاً توی اون شعاعی که هستی خودت انتخاب میکنی و معمولا همون هولوش تو و فقط تو اون کشور اگه اشتباه نکنم کار میکنه برات. این داستانش هست. ولی میتونم بگم اینجا حداقل توی کانادا یکی از بهترین پلتفرماست برای پیدا کردن خونه و حالا جدا از هر چیز دیگه مارکت پلیس. آره یعنی واقعا سایت های مختلف زیاد هست. یه سایتی هم اینجا کانادایی داریم کیجیجی، دقیقا همون سیستم دیواره. یه بار دیگه اسمشو بگو. کیجیجی KIJIJI. آره جی آره. بعد ولی به بزرگی مارکت پلیس نیست و فیسبوک مارکت پلیس خیلی بهتره. سر همین کسایی که من خودم هر از گاهی میرم یه نگاهی میندازم، کسایی که خونه میگیرن خیلی وقتا میبینم از جا پیدا میکنن، ولی خب دیگه هر جور آدمی هر لوکیشنی از همه جا میاد و دستت یه مقداری بازتره چون همه چی اونجا هست و بعد خودت میتونی فیلتر کنی که چه خونه‌ای و دلت میخواد مثلا چقدی باشه، چه محله‌ای باشه و قیمتش و همه اینا. سر همین بجز اون حالا گروه های تلگرامی که گفتی، اون برای به نظر من اومدن، یعنی قبل از اینکه شما برسه پات به اینجا خیلی خوبه. منم خودم دقیقا خونه‌ای که گرفتم اول قبل از اینکه بیام همینجوری پیدا کردم. یه نفر میخواست جابجاشه بره اون کجا میخواست بره، اتاوا میخواست بره، یه تبلیغی گذاشته بود توی یکی از این گروه ها و من بهش مسیج دادم و گفتش که اوکیه. بعد یکی رو من آشنا داشتم تو مونترال رفت خونه رو دید که چک کنه و بعدم مثلا من رسیدم رفتم باش صحبت کردم و خونه رو ازش گرفتم. ولی وقتی اینجا باشی خیلی دستت بازتره چون خودت میتونی بری خونه ها رو ببینی و این مارکت پلیس و اینا رو داشته باشی واقعا آپشنای بیشتری آدم گیرش میاد که بتونه در نظر بگیره. من یه توضیحی رو اینجا میخواستم بدم که حداقل این قضیه در مورد آلمان صدق میکنه، نمیدونم در مورد آمریکا و کانادا هم همینجوری هست یا نه، ولی یه تفاوت خیلی بزرگی هست اینجا توی آلمان و توی ایران. توی ایران شما زمانی که میخوای بری یه خونه رو اجاره بکنی، شما میری مثلا چند تا آپشن مختلف رو میبینی و
شما اصولاً کسی هستی که خونه رو انتخاب میکنی. یعنی مثلا خونه A و B و C و D رو دیدی، مثلا میگه آقا من D رو میخوام، و حداقل چیزی که من خودم تجربهشو داشتم و از اطرافیانم هم شنیدم و حالا توی ایران در جریانش بودم، این بود که زمانی که تو بگی من خونه مثلا C رو میخوام، در اکثر مواقع تو خونه C رو اجاره میکنی. ولی تفاوت خیلی بزرگی که اینجا هست، صابخونه انقدر تقاضا زیاده که صابخونه شما رو انتخاب میکنه. یعنی من اینجا واسه هر خونه، حالا اتاق یا خونه فرقی نمیکنه، هر کدومش رو که عوض کردم و رفتم و چند جای مختلف رو دیدم، حالا چه با صابخونه اگر خونه تکی بود یا اگر حالا ویگه بود. یه توضیحی برای ویگه که بچه‌ای که اون اپیزود رو ندیدن، ویگه توی آلمان اصطلاحی که استفاده میکنن برای خونه هایی که به صورت اشتراکی استفاده میشه، 3 نفر 4 نفر یه خونه رو با هم دیگه شیر میکنن. خونه هایی که مثلا به صورت ویگه بود اصولا اینجوریه که تو میری اونجا، اون کسایی که اونجا هستن یا حالا اکثر مواقع همشون یا یکی دو نفر که قدیمی ترن، مثلا هد خونه محسوب میشن، هستن اونجا باهات حرف میزنن و اینا، و تو اوکی رو میدی و حالا میری بشینی ببینی از بین آدم هایی که اوکی دادن اون نفری که تصمیم گیرنده است کی رو انتخاب میکنه. یعنی من بارها شده که خونه رو اوکی دادم، گفتم آقا من این خونه رو حتما میخوام، ولی مثلا طرف گفته اوکی من 1 هفته دیگه بهت خبر میدم، و بعد از 1 هفته گفته که شرمنده ببخشید یکی دیگر رو انتخاب کردم. این قضیه اینجا خیلی اتفاق میفته. آپتین برای شما هم سیستم اینجوریه؟ آره اینجا همین جایی که الان هستم ما صابخونه آقای ایرانی. مثلا یادم اون زمانم که مثلا من اومدم خونه رو دیدم، گفتش اوکی من 2-3 نفر دیگه هم قراره بیان و حالا من بهت خبر میدم. ولی مثلا بعد از کی بود، مثلا چون یه ساعت بعدش ولی زنگ زد گفتش یارو من اونا هم کنسل کردم. من انقدر کیس و کازیونی بودم. جالبه. ولی چیزی که میگی اینور حداقل من باش برخورد نداشتم اینجوری، چون من بیشتر خونه هایی که بودم توشون تا الان و باشون صحبت کردن خونه های شرکتی بودن، یعنی صابخونه شرکت بوده نه یک شخص. مثلا یه آپارتمان 20 طبقه 15 طبقه همش مال یه شرکته، یه دفتر اجاره اون پایین داره، میری باشون صحبت میکنی، مثلا میگه آقا اینجا من ساختمون دیدم دم در زدین ما واحد داریم، من دنبال مثلا یه خواب میگردم، طرف میگه آره الان برای ماه بعد مثلا این 3 تا واحد داریم، بعد میاد میبره نشونت میده مثلا اینو داریم اونو داریم اونو داریم، و تو نگاه میکنی میگی آقا مثلا این اینجوری اون اونجوری، قیمت این خوبه، اون نقشه‌شو دوست دارم، اینو من مثلا میخوام. و اگر زود برسی خب طبیعتا زودتر کار رو انجام بدی، کسی زودتر از تو نیاد چیز میکنه، خونه مال تو میشه. و خیلی کارهایی که میکنم یعنی یه بیانیه میذارن مثلا $200 فقط واسه اینکه اینو نگه داره واحد داره برای تو تا کارهای اداریش انجام بشه، تو اونو میتونی بدی تا بری کارهای اداریش انجام بدی و خونه مال توش به کسی دیگه نشونش نده. ولی اون انتخابی که گفتی صابخونه میکنه اینجا آخرش اینجوریه که تو بالاخره باید کردیت چک بشی، یعنی میاد نگاه میکنه که شما رو میره بک‌گراند چکت میکنه که ببینه آقا مشکلی نداشتی. خیلی وقتا اگر آدرس قبلی داشته باشی شماره تلفن صابخونه قبلیه رو میگیره از یکی دو تا رو که بره بپرسه تو مثلا دردسرساز نبودی، چک میکنه تو سیستم پرونده‌ای سر شکایت و اینا با مثلا صابخونت نداشتی، اینا رو همه رو چک میکنه. اگر همش اوکی بود و دیدش که تو مثلا همه چی ردیفه میگه باشه بفرما بیا بشین، چون تو برای طرفیش فرق نداره، اینا آخر سر بیزنس طرفه و مثلا چم 100 تا 200 واحد توی یه خونه است، اینم یه ساختمونه اون شرکت بین مثلا 20 ساختمون. ولی وقتی صابخونه شخص باشه خب حالا شاید طرف یه مقداری حساس‌تر بشه که رو کی میخواد بیاد تو خونه من بشینه، اون وقت یه مقداری مثلا میتونه فرق بکنه که من به شخص خیلی اوناشو ندیدم توی مدت. من اینجا فقط یه نکته رو میخواستم بپرسم ازت، چون حالا بچه‌هایی که ما رو دنبال میکنن میدونن که شرایط تو یک مقداری متفاوته و تو به واسطه اینکه خب متولد کانادا هستی در نهایت خیلی شرایطت باشه، بچه‌هایی که به صورت دانشجویی اونجا هستن متفاوت باشه. آیا بچه‌هایی هم که باهاشون در ارتباطی و با ویزای دانشجویی اونجان هم همینقدر بدون مشکل واسهشون اتفاق میفته یا نه؟ و دلیل اینکه این حرفو میزنم به واسطه اینی که اینجا اتفاقی که میفته
اینه که ما زمانی که میریم و درخواست میدیم و طرف مثلا میبینه که تو اقامت موقت داری یا خارجی هستی یا حالا هر چیزی، یه ذره ترش میکنه خواه ناخواه. یعنی اگر یک آلمانی باشه و تو باشی، شانس آلمانیه خیلی بیشتره واسه اینکه، حالا خیلی نه ولی شانس آلمانیه به این جهت یک مقداری بیشتر. حالا ممکنه تو یه سری آپشن‌های دیگه داشته باشی، مثلا میگم اینجا باید فیش حقوقی بدی به صاحبخونه، مثلا باید 3 ماه گذشته فیش حقوقی رو بدی و مثلا درآمد تو بیشتره مثلا از نفر، میدونی از بابت این قضیه ممکنه پوینت اضافه داشته باشی. ولی این داستان واسه بقیه هم همین جوری بوده. ببین این چیزی که داری میگی میره دیگه تو جزئیات اون مدارکی که ساختمان ازت میخواد برای اینکه بشینی توی اون واحد، که فرق خاصی در واقعیت نمیکنه. منم چون که قبل از اینکه بیام کانادا زندگی نمی‌کردم اینجا، کردیت منو که چک میکرد خالی بود، هیچی نبود. یعنی من اسمن هیچ فرقی با یکی که همین الان از خارج از کشور اومده نداشتم، چون هیچ اطلاعاتی از 20 سال گذشته من تو سیستم نبود. همزمان چیزی که گفتیم درسته، معمولا از تو فیش حقوقی هم میخواد و تو اگر نتونی فیش حقوقی ارائه بدی ازت ضامن میخواد. یعنی تو یه نفر رو باید بیاری که یه درآمد حداقلی که نمیدونم حداقل چقدر، منظور درآمد حداقلی نیست، یه درآمدی باید باشه که قابل قبول باشه و طرفو بک‌گراند چک هم میکنن، میگم بک‌گراند چک، کردیت چک هم میکنن که طرف میاد ضامن تو میشه و زیر اجاره تو و اون با هم امضا میکنه. یعنی اسم اون تو اجاره نامه تو هست. چرا؟ چون تو درآمدت کافی نیست، ثابت نیست، نداری و حالا به هر طریق دیگه‌ای چیزی تمپوریری رزیدنتی، یعنی سیتیزن نیستی. به همه این دلیلا میاد از توی ضامن میگیره که هر اتفاقی بیفته خیر اون طرفو بتونه بگیره. حالا اون طرف هم نیازی نیست حتما سیتیزن باشه، اون طرف صرفا کافیه که یه مقدار درآمدی داشته باشه که حالا اجاره خودشو داره میده، چه میدونم ماشین خودش رو رنت کرده، هر کاری کرده بتونه تا حدی ساپورت بکنه تو رو هم در شرایطی که مشکلی پیش بیاد و برن خیرشو بگیرن. واسه همین نه، در خلاصه فرق خاصی نمیکنه که تو سیتیزن باشی یا نباشی، براشون همش اینجوریان که یکی بیاد بشینه اینجا. یه سوال حالا برای من پیش میاد، اینی که حالا این که گفتی ضامن، این فریز انگلیسیش هم بگو که بقیه بدونم. کوساینر بهش میگن. ضامن کوساینر میشه دقیقا کوساینر، یه نفری که فقط بیاد امضا رو بزنه اون زیر و چون که میدونن تو درآمد نداری به اندازه کافی، اون یه نفر بتونه فقط پاسخگو باشه. این قضیه رو اینجام هست دقیقاً و من خیلی از این قضیه در زندگیم هرس خوردم تا الان. چرا؟ یعنی چند بار شد که من رفتم واسه اینکه یه خونه رو اجاره بکنم، بعد خب اینجا بعضی از اوقات هم قشنگ طرف یه وقت رو اعلام میکنه و یهو 3 نفر 4 نفر میان مثلا خونه رو میبینن و تو تازه میدونی که تو یه دونه از این بلوک های زمانی هستی احتمالاً. یعنی مثلا 2 تا 3 تا بلوک دیگه هم هستن که اونا باز دوباره 3 نفر 4 نفر میان خونه رو میبینن. بعد مثلا میومد و مثلا یه پسر، حالا من اصلا نمیخوام جاج کنم کسی رو، ولی خب دیگه در نهایت میدونی مثلا یه پسر 18-19 ساله میومد با مامانش. بعد تو پسر رو 18-19 ساله رو میدیدی اینجوری بودی که حاجی این قطعا این خونه رو منفجر میکنه. یعنی این 100% تو این خونه اصلا 1000 تا اتفاق ممکنه بیفته. ولی چون مادر پدر ضامن میشدن، صاحبخونه خیالش راحت بود از بابت اینی که اجارهش رو میگیره نسبت به یه آدمی که مثلا اقامت موقت داره، چه میدونم حقوقش حقوق دانشجوییه و 1000 تا مسئله مختلف، مثلا خونه رو میداد به اون. اینجوری بودم که نکن دیگه. خب برادر من چه کاریه؟ منطقی بهش نگاه کنی کار درستی کرده ها. آره طرف داره در نهایت سیفتر عمل میکنه دیگه، ریسک خودشو کمتر میکنه دیگه. تو ممکنه بیای کار پیدا نکنی، نمیدونم دانشجوی بدی باشی بزنید بیرون اجاره رو ندی، همینا هست. به همینه دیگه. تو وقتی با صاحبخونه شخص در تماس باشی همین جوریه. وقتی طرف میاد خودش دونه دونه میسنجه که آقا من کی به نظرم بهتره که بشینه تو این واحدم، ولی وقتی شرکت باشه میگه من فقط پولشو میخوام، هر اتفاقی هم بیفته پس برای وکیل دارم میره دنبالش. حالا یه نکته که بود، شما گفتین که مثلا چیز میخواد، مثلا چک چیز حقوقی، فیش حقوقی میخواد. مثلا من اولش که اومده بودم خب چیزی نبود دیگه، ما اومده بودیم لخ کار ندارم که من
این کاری که میکنیم شما میتونی مثلا پولی که میاری یا مثلا فکر کنم بتونی بگی که من تا 3 ماه از حقوق 3 ماه از اجاره رو پول پس اندازم دارم، یعنی اون چیز حساب استیتمنت بانکتون نشون بدی و بتونید ثابت کنی که 3 ماه من اجاره رو تو حسابم دارم، باز بهت اجاره میدن. یعنی دقیقاً این کار رو اینجا نمیتونی بکنی. این کار رو تو کبک هم نمیتونی بکنی. چه جالب. آره. چی یعنی یه سری پول میریزن به حسابت بعد مثلا میتونی ببین کبک قانونی داره که صاحبخونه حق نداره از شما پول دیپازیت 1-2 تا 3 ماه پیش بگیره. دیپازیت نمیده. پس چیه؟ فقط نشون میدی که دارم. میبینه که تو استطاعت مالی داری. آها نمیگیره ازت هیچی نمیگیره. نه اگه بخواد دقیقاً همین کار رو هم گفتم بگیره. اینجا نمیتونی بکنی. نشون هم نمیتونی بدی تو آلمان. نه اصلا نکته اینجاست که تو آلمان هیچکس حق نداره از تو حساب تو بگیره. یعنی تو زمانی که تو میری خونه اجاره بکنی هیچ وقت حسابت رو به طرف نشون نمیدی و در نهایت هیچ نقشی ایفا نمیکنه که تو چقدر پول تو حسابت داری. یعنی زمانی هم که اون مادر پدر میان برای اینکه ضمانت بکنن، مامان بابای طرف مثلا بیل گیتس هم باشن فیش حقوقی نداشته باشن، کار سخته. و تو اینجا هم هیچ جوره نمیتونی اثبات بکنی که آقا مثلا من یا مثلا انقدر پول تو حسابم دارم، یا آقا من انقدر پول از ایران داره مثلا به صورت ممتد برای من میاد هر ماه، تو نگران نباش مثلا من پول خونتو بهت میدم. نه، همچی کاری نمیتونی بکنی به هیچ وجه. فقط فیش حقوقی ساپورت میکنه کار تو رو. و اون چیزی هم که گفتی بابت چک کردیت، توی آلمان بهش میگن شوفا. اگر که حالا یه جای خواستید خونه بگیرید، یه مثلا نوشته بود که شوفا بونیتت میخواد ازتون یا شوفا بونیتت چک باید بکنید، دقیقا همین قضیه که یه چی هست؟ کردیت شوفا یه اسکوری بهت میده، یه امتیاز بهت میده، مثلا میگه که آره اسم شوفا اینجا. ولی تا قبل از اینکه حالا از اون بحث اولمون دور نشدیم، من توضیح راجع به اینجا بدم که اینجا چی کار میتونیم بکنیم توی آلمان. اول اینکه خب اون داستان کانال تلگرامی که هست، یعنی میتونید توش مثلا عضو بشید، بپرسید و ببینید اصولا هم کسایی میان خودشون اونجا آگهی میذارن و یه بده بستونی اتفاق میفته اصطلاحاً. اولین نکته اینه که توی آلمان نکته 1 2 3 4 اینه که شما کجا داری دنبال خونه میگردی. هر چقدر شهرت بزرگتر باشه، تو شهر کوچیک هم داستان داره، ولی هر چقدر شهرت بزرگتر باشه ابعاد بدبختی شما هم بزرگتره. یعنی شما عملاً، حالا من خودم برلین زندگی نمی کنم ولی چند تا از دوستان برلین زندگی میکنن، شما خونه پیدا کردن توی برلین رو میتونی فراموش کنی در این حد. یعنی سروش فکر کنم تو هم از طریق برادرت میتونی این قضیه رو تایید بکنی. داداشم خیلی در سر داشت. آره. و توی برلین اتفاقی که میفته اینی که اینجا خیلی کم پیش میاد که تو بری بنگاهی و مثلا به بنگاه بگی که مثلا من دارم دنبال خونه میگردم. اصولا توی دست اتفاق میفته، نفر میذاره به صورت مستقیم واسطه. آره، حالا واسطه خب هم اگر که داشت سودشو میگیره دیگه، یعنی اونم آره هست. و اگرم واسطه باشه، واسطه از طرف صابخونه معرفی شده، یعنی حتی اون واسطه هم بازم میاد روی پلتفرما آگهی رو جدا میذاره و تو خیلی وقتا اصلا تا آخرین لحظه نمیفهمی که طرف واسطه است. ولی مثلا اتفاقی که توی برلین میفته اینی که این بنگاهی‌ها یا دلال‌های خونه هزینه‌های عجیب و غریبی میگیرن واسه اینی که برای تو یه جلسه ست بکنه که تو بری خونه رو ببینی. تازه فقط واسه اینکه بری ببینی با صاحبخونه حرف بزنی. تا حالا صاحبخونه بخواد انتخاب بکنه یعنی آره. دیگه موظف نیست طرف خود جواب بده. مثلا صفای یه سری مثلا مستند ساختن توی آلمان راجع به برلین و خونه پیدا کردن مثلا توی برلین و اینا، که طرف یه جا بود یارو واسطاده بود، از این بولنگو سبزی فروشی ها گرفته بود دستش به خاطر حجم آدمی که اومده بود خونه رو ببینه و مثلا اینجوری بودش که یه رو بیشتر وقت ندارین، همه باید بیاین تو ببینید برید مثلا، و اینجوری بودن که اصلا چجوری تو ممکنه اینجا بتونی این خونه رو فقط. حالا بقیه شهرها میگم این بدبختی زیاده، حتی توی خود کبلنز هم که من هستم خونه پیدا کردن اصلا کار راحتی نیست، یعنی کار سختیه، چون تقاضا خیلی زیاده و عرضه کم.
توی آلمان اصولاً ساخت و ساز جدید اتفاق نمیفته. الان مثلا توی برنامه‌های دولت یک سری برنامه‌های ساخت و سازهای خونه گذاشته شده و داره اتفاق هم میفته، ولی از اونجایی که توی مراکز شهرها دیگه عملاً به خاطر بافت قدیمی هیچ ساخت و سازی اتفاق نمیفته، خونه ها همون خونه های 2 طبقه 3 طبقه مثلا دیگه ماکسیموم 4 طبقه قدیمی هن و حالا کسی بلند نمیشه، تو بخوای بیای تقاضا زیاده از شهر، از روستاها، حالا شهر کوچیک به شهر بزرگ مهاجرت زیاد اتفاق میفته و این داستان. ولی بازم تا قبل از اینکه از بحث دور نشدیم 3 تا پلتفرم اصلی هست که شما توی آلمان میتونی دنبال خونه بگردی. من با فیسبوک مارکت پلیس کار نکردم تو آلمان و ایده‌ای ندارم در موردش که فیسبوک مارکت پلیس چقدر اینجا جدیه. همینی که نشنیدی احتمالاً یعنی خیلی جدی نیستی. آره احتمالش هست. حالا ممکنه مثلا توی شهر بزرگتر زیاد باشه، نمیدونم. ولی این 3 تا پلتفرم اول اصطلاحاً ایبی کلاین آنسایگه هست که یه اپلیکیشن زیر مجموعه ایبیه. حالا الان دیگه وقتی بری توش اصلا حس نمی‌کنی ایبیه، قبلا حداقل لوگوی اپ ایبی بود و اینم دقیقا همون سیستم مارکت پلیسه، یعنی مثل دیواره، تو میتونی خونه بذاری برای اجاره، جنس بفروشی، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا میشه توش. پلتفرم دوم ویگه گزوخته که کاربرد اصلیش برای پیدا کردن خونه‌های و اتاق توی ویگاس، توی خونه‌های اشتراکیه، ولی واحد آپارتمان هم میذارن و در کنار این 2 تا اپلیکیشن چند تا سایت هم هستن. این سایت که خب زیاده در نهایت، ولی یه دونه سایت هست که از بقیهشون مطرح تره، ایموبیلین سکاوته که اون هم سایت خوبیه، اون مخصوصا برای پیدا کردن خونه، یعنی خونه ای که خودت بخوای تکی بگیری. و اون البته یه نکته خیلی سختی که داره اینه که یه اکانت پریمیوم داره و یک سری از خونه ها رو، نه همه رو، یک سری از خونه ها رو میذارن برای، یعنی اول که طرف آگهی رو آپلود میکنه فقط مثلا 3 روز 4 روز اول کسایی که اکانت پریمیوم دارن میتونن پیام بدن، بعدش آدمای دیگه میتونن پیام بدن و اکانت پریمیومش هم خیلی گرونه حاجی، مثلا فکر کنم یه هولوش 30 یورو ماهی، خیلی گرونه. آره. اگه بخوای خونه بخری وزید بد نیست، به خونه بگم اجاره کنی خیلی جدی. آره ولی خب مثلا اینجاست که یه ماه 2 ماه 3 ماه میدی پولو تموم میشه، یعنی قرار نیست هر ماه تو اون پولو باز بدی، اینم هست. آره ولی تو خب مثلا تضمینی به تو نمیده. تضمین که نمیده، ولی اون کمکی که بهت میکنه واقعا اولی دیگه جزء نفرات ولی واقعا کمکی که میکنه میتونه از اون ریل استیتی ها حتی بیشتر باشه، چون پولی که اونا میگیرن اینجا حداقل یه ماه اجاره رو ازت میگیره، یعنی طرف خونه رو برات پیدا میکنه، هماهنگ میکنه، حتی چونه میزنه و یه ماه ازت میگیره و خب عدد توپلیه. و ببین مثلا حجم چیزی که پیامی که میاد، من خونه قبلی که بودم فقط میخواستم اتاق خودم رو اجاره بدم، یا تازه خودم تو خونه داشتم میموندم، از یه اتاق داشتم میرفتم اتاق بزرگتر، اتاق قبلیه رو میخواستم اجاره بدم. ببین من آگهی رو گذاشتم تو چند ساعت اول مثلا 40 نفر پیام دادن. واقعا عجیب. چه خبره آلمان؟ بزرگ نیست. کوبلنز شهریه که کوچیکه، یعنی تو استاندارد آلمان شهر بزرگ محسوب میشه خیر سرشون، ولی مثلا 100 و خورده هزار نفر 200,000 نفر جمعیت شهره و اینه وضعیت. بعد یه سوال گفتی مثلا شهر کوچیکه، کسایی که حالا مثلا به هر حال شهر کوچیک بالاخره آدم خیلی پیش میاد مهاجرت بکنه و اینا، مثلا کسی که میخوام برای آلمان یا هم توی کانادا شهر کوچیک چجوری مثلا میتونم پیدا کنم؟ باز همین روشه، یعنی روش دیگه نداره که خونه بخوام پیدا کنم. آره من چیزایی که گفتم همش بیشتر اصلا میتونم تضمین بدم که توی شهر کوچیک کار میکنه. ولی مثلا ایرانی نمیدونم، ایرانیان مقیم نمیدونم، اون دیگه ببین ربطی نداره به کدوم کشور و شهر و اینا، تو باید بری پیدا کنی که مثلا ایرانیان مقیم فلان دهکوره، یعنی سرچ کنی تو تلگرام، سرچ کنی تو فیسبوک. حالا باشه منظورم اینه که تو تا وقتی که اون گروه رو پیدا بکنی
فرقی نداره چه شهری باشه و مطمئن باش هست برای هر شهری که فکر کنی ته تهش میری میبینی یه گروهی که 6 نفر توشن ولی هست گروه، مطمئن باش. امکان البته نداره. تضمینی هم نیست. بله ما اوکی. تضمینی هم نیست این قضیه، به باب اینکه این گروهی که ما الان برای کوبلنز داریم اسمش هم دانشجویان کوبلنزه، توی تلگرام سرچ کنین میاد. اسم اوریجیناله. آره به خدا خودم هم ادمینشم. نه بابا یه ادمین کانال تلگرامی دیدیم. یعنی تو میشینی الان مثلا به صورت خیلی حرفه‌ای مادریت میخونی رو چند نفرن، ولی تو هم یکی اونایی که یکی از اونها هم که میخونیم ببینیم چی میذارن، اگه مثلا یه مورد داری باشه پاک میکنیم دیگه، در غیر این صورت ملت دارن حرفشون رو میزنن زندگی مثلا خیلی پیام میدن مثلا که چه میدونم من از این طریق در یک ماه گذشته انقدر 1000 یورو درآمد کسب کردم، اگر میخوای به من یه پیام بده مثلا اینا رو پاک میکنی طبیعت. ولی داستان اصلا از این قرار بوده که این گروه خیلی هم قدمت، حتی در نهایت حجم آدمی هم که حجم ایرانی که قبلا توی کوبلنز بوده زیاد نبوده، جدیدن زیاد شده، دانشجوهاش حداقل، و الان دوباره داره کم میشه. ولی این گروه رو بچه‌ها زدن به واسطه اینکه یکی از بچه‌ها زمانی که اومده بوده کوبلنز جا نداشته و خیلی شرایط سختی رو سپری میکنه روزهای اول، چون هیچ کسی رو هم نمیشناخته اونجا و چند تا از بچهای دانشجو تصمیم میگیرن که این گروه بزنن که به بچه‌هایی که تازه میخوان بیان کوبلنز یا اصلا کلا توی خود کوبلنز سعی کنیم که حداقل کمک کنیم. بعضی اوقات میشه، خب بعضی اوقات نمیشه طبیعتا. اینجا رو من یه جای خوبی میدونم که صحبت سابلت کردن رو بیارم وسط. این کانسپت سابلت کردن هست. من یه چیز بگم. بفهم شما بفهم. یه نکته‌ای که هست همیشه این خیلی هشدار بزرگ به شما که داری میشنوی یا میبینی اینه که هیچ وقت قبل اینکه جا رو بگیری پولو پرداخت نکن، هیچ وقت، چون ممکنه کلاهبرداری باشه، ممکنه اسکم باشه. آره بیار بگی من پولو بده من برات نگه میدارم، نداریم. شما باید همون امضا بکنی، کلیدو بگیری، همه چیز اوکی بشه بعد پول پرداخت. منطقی. آره. و خب معمولا هم اگر ایران هم هستین یه نفر رو بفرستین بره ببینه اگه میتونین، ترجیحاً که یه چکی بکنه ببینه. کار سختی از ایران خونه گرفت. یکی از بچه‌ها بود، حالا میدونم کار سختی اگه میتونین واقعا، چون یکی از دوستای ما بود که یه خونه گرفته بود اینجا، دقیقاً از ایران هم گرفته بود اومده بود، جاش خیلی جای خفنی بود وسط شهر، روبرو در دانشگاه و اینا، و طرف گفته بود که آقا یه استودیو مثلا اینقدر جا داره، آشپزخونه داره، فلان داره، اینجوری، و قیمتش هم قیمت به نسبت بر اون موقع قیمت گرونی بود واسه یه استودیو. اون موقع داشت 1100 تا مثلا 3 سال پیش واسه یه استودیو میداد. و بعد این رفت تو خونه و استودیو هم گفته بود که نیمه مبل است، یعنی مثلا تخت داره، گاز و اینا داره، یه دونه میزم داره، میز کارم داره واسه صندلی، همین، بقیه چیزی میخوای با خودت اضافه کنی. من خونه این طرفو دیدم، یعنی تو بخوایم نمیتونستی چیزی اضافه کنی، هیچ جایی به جز یه تخت و یه میز و یه آشپزخونه نداشت و آشپزخونه هم یه دیوار اتاقه بود و اصلا عکس‌ها رو به من نشون داد، اصلا مثل عکس‌ها نبود، یعنی یه جوری عکس گرفته بود که انگار نزدیک 1.5-2 برابر این چیزی که بود خونه معلوم به نظر میاد. مثلا دیگه نمیدونم چه جوری بود، خیلی عجیب بود و بعد اجاره عجیبی داشت میگرفت از این نسبت به اون چیزی که داشت بهش ارائه میداد. سر همین یکی ببینه خونه رو واقعا خیلی میتونه نجاتتون بده در آینده. شاید طرف مثلا اسکم نباشه پولتو بخوره، ولی خب جایی که بهت داره میده واقعا ادورتایزمنتش تبلیغش کمی شیدی و داغونه. آره حالا چیزو بگو. سابلت. آره سابلت اونجا هستش. حالا اول یه آره بگو بعد بریم بگم چیه. آره اینجا هست، به اصطلاحش هست اونتامیت. سابلت خب چیزه، من نوعی که یه اجاره ای دارم اینجا، مثلا به هر دلیلی میخوام یه سفری برم نیستم تو خونه و اینا، یا مثلا یه خونه مثلا 2 خواب دارم، یه خوابشو میخوام اجاره بدم هم خونه بگیرم، سابلت میشه بهش، یا سابلیس هم بهش میگن، که اجاره به اسم شماست، من نوعی در اصل، و 1 ماه 2 ماه 3 ماه، مثلا خیلیایی که میخوام برن ایران، من میبینم تو گروه های ایران این کارو میکنم، میخواد بره ایران 1 ماه، طرف میگه آقا من 1 ماه نیستم، خونم اینجاست، یه نفر اگه میخواد بیاد اینجا بشینه و از این خونه استفاده کنه و پول اجارهشو حالا
دلش بخواد بیشتر از اجاره بنویسه کمتر بنویسه دیگه دست خود طرف کاملا میذاره برای سابلت. و خب من خودم موقعی که اومدم اینجا اول یه هفته سابلت بودم تا اون کار اون یکی خونم که مثلا اجاره به اسمم بزنن درست بشه. این کارو اگر کسی خونه گیرش نیامد میتونه انجام بده. حالا تو آلمانم که میگی انقدر وضعیت خونه پیدا کردن و انتخاب کردن حساب خونه و اینا طولانیه و سخته و اینا، سابلت کردن به نظر من خیلی گزینه خوبیه که یه جای موقتی باشی که فقط یه جا بشینی که اونجوری مثل اون کسی که گفتی تو کوبلنز اذیت شده بود حداقل کمتر اذیت بشی تا بعد یه خونه پیدا بکنی و بری سر خونه خودت به قول معروف. ببین صحبتی که میکنی درسته ولی در نهایت حرفی که میزنی توی آلمان صدق نمیکنه. یعنی این کار رو میتونی بکنی در نهایت. اولی که خیلی انجام نمیدن، یعنی اگر بخوای مثلا بری روی 1 ماه 2 ماه دیگه میشه تا حدی ایر بی ام بی طور. ولی اتفاقی که میفته اینه که آره اگر هدف فقط لزوماً بر اینه که شما هیچ راه حل دیگه ای پیدا نکردی و یعنی خونه ای رو پیدا نکردی و میخوای اون تامیته کنی یا سابلت کنی و 1 ماه مثلا یه جا بمونی تا یه خونه ای پیدا بکنی، اون اوکی، تو هیچ راه حل دیگه ای نداری مجبوری. ولی تو صحبتی که داشتی میکردی، حالا البته فکر کنم الان نگفتی، توی کانادا سابلت رو به صورت طولانی مدت هم انجام میدن. یعنی طرف سابلت میکنه اتاق رو یا مثلا خونه رو و زندگی میکنه. آره این کار رو هم میکنن. مثلا اینو فکر کنم منظورتون حالتیه که گفتم کسی هم خونه میگیره، یعنی قرارداد به اسم یه نفره ولی یه نفر دیگه بدون اینکه اسمش تو قرارداد باشه هم خونه است. آره. درسته. این کار رو هم میکنن ولی بهتره که این کار رو نکنن، چون که حتما به مشکل نمیخوری. ولی اینجا مثلا بانک برای حساب باز کردن از تو پروف آف رزیدنسی میخواد. تو باید این مدرک ببری که آقا من این آدرسی که دارم بهت میدم میخوام اینجا حساب باز کنم، من اینجا ساکنم. و وقتی هیچ مدرک دیگه ای نداشتی، وقتی مهاجرت میکنی خب هیچ مدرکی نداری، وقتی هیچ مدرک دیگه ای نداشته باشی برای اینکه ارائه بدی، تو باید نامه چیزو ببری، قراردادتو ببری که آقا این قرارداد منه و اسم من روشه و من تو این آدرسم. سر همین اگر واقعا هیچ مدرک دیگه ای نیست، تو بهتره اسم توی چیزی باشه، چون باید بتونی حساب بانکی رو باز کنی و این چیزا رو میخوان ازت. ولی اون مسئله که بگذره خیلی واقعا دیگه فرق خاصی نمیکنه که تو اسم تو اون قرارداد باشی یا نباشه. تو فقط یه جا میخوای که زندگی تو بکنی و حالا تو با اون شخصی هم که داری زندگی میکنی و سابلت میکنی همیشه یه قراردادی میبندین، والا یه مقداری آنافیشال تر، ولی تا وقتی که نوشته شده باشه و امضا زیرش خورده باشه تو اینو میتونی ببری، هر مشکلی پیش اومد میتونی ببری شکایت کنی، مشکلی هرچی دور رفعش کنی. سر همین از قانونی مسئله نمیخوری. اما صحبت من بیشتر راجع به این مسئله بود که تو دنبال خونه داری میگردی، تازه اومدی، نمیتونی، چون گفتم وقتی میرسی تو اون شهر اصلا راه میری تو خیابون میبینی طرف مثلا حداقل اینجا اینجوریه تابلو زده مثلا آپارتمان واحد داریم بیاین مثلا چک کنیم. تو نشستی ایران که نمیتونی اینا رو ببینی. یه ماسابلت میگیری میری تو خیابون میچرخی دور دانشگاه هر جا دلت میخواد و مثلا 4 تا تابلو میبینی، 2 تا شماره برمی‌داری زنگ میزنی و تمام شد. ولی این داستانه، ببخشید من ادامه صحبتی که داشتم میکردم و بگم بعد برمیگردیم پیش تو. داستان اون تامیته زمانی توی آلمان کار میکنه که شمایی که میخوای خونت رو اجاره بدی به یک نفر دیگه، اول از همه که صاحبخونه باید هماهنگ باشه. یعنی اگر صاحبخونه در جریان نباشه اصلا شما به مشکل میخوری. و چه مشکلی میخوری؟ توی آلمان زمانی که شما خونه رو اجاره میکنی یه برگه‌ای به شما میدن به اسم Wohnungsgeber Bescheinigung. این برگه میشه ترجمهش میشه تاییدیه مالک یا تاییدیه اجاره دهنده، که آقا یه برگه میده که آقای محمدی از تاریخ فلان توی خونه داره زندگی میکنه. شما این برگه رو میگیری میری شهرداری بورگ آمت، میری اونجا یه ترمین میگیری، اصطلاحاً یه قرار میگیری، رزرو میکنی و میری اونجا و اصطلاحاً خودت رو ملده میکنی، خودت رو ثبت نام میکنی.
مجبورم از اصطلاحات آلمانیش استفاده کنم چون مهمه واقعا. اینجا همه از این اصطلاح استفاده میکنن. میزان پشت سرم ملده رو شنیدم. آره میری خودتو ملده میکنی و زمانی که ملده میکنی خودتو تازه زندگی آغاز میشه. یعنی قبل از این شما عملا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، به خاطر اینکه شما زمانی که بخوای بری کد مالیاتی تو بگیری باید آدرس داشته باشی، زمانی که بخوای بری حساب بانکی باز بکنی باید آدرس داشته باشی، زمانی که بخوای بری کار بکنی کد مالیاتی احتیاج داری که باید آدرس داشته باشی و در نهایت اون مله کردنه واقعا مهمه. پس هیچ کدوم از اینا با قرارداد خونه انجام نمیشه؟ نه. اوکی. و دقیقا نکته هم همینجاست. برای این میگم صاحبخونه باید هماهنگ باشه که این برگه رو به شما بده. اگر صاحبخونه، من اینجا بچه‌ها بودن که یه خونه رو طرف اجاره کرده بوده، خودش با صاحبخونه هماهنگ کرده و خودش از خونه رفته بیرون، رفته خوابگاه داشته زندگی میکرده، ولی واسه این که خونه رو از دست نده خونه رو سابلت داده به یه نفر دیگه و اون نفر هم بدون مشکل تایم طولانی مدتی توی اون خونه زندگی کرده. چون در نهایت صاحبخونه میگه آقا اوکی من اوکیم، ولی خب با مسئولیت توی دیگه، یعنی با مسئولیت اون نفری که اون وسط واسطاده. اسم اون تو قرارداد آخر سر. آره. من حالا یه چیزی بود من که دوستامون داشت مهاجرت که یادم مثلا تو این گروه‌های تلگرامی آلمان من داشتم می‌دیدم یه جای تو چیز، یعنی توی اون تبلیغا می‌ذاشتن میگفتن بدون نیاز به ملده. همچین چیزی هست؟ زده بود مثلا دنبال اتاق میگردم که ملده نداشته باشه. آره خب طرف جای دیگه ملده است به هر دلیلی. اوکی. یعنی ولی کسی که میخواد تازه شروع کنه از ایران بیاد انجام بدی، غیر ممکنه. غیر ممکنه. من چون دیده بودم که میگفتم مثلا خب مثلا یه چیزی تو میری یه خونه رو از طرف اجاره میگیری، بعد میگی من نمیخوام اون نامه‌ای که برام باش ملده کنم و نمیده بهت دیگه. خب چه فرقی داره؟ نه اون خب میتونی بگیری اصلا مثل سطل آشغال. همینو میگم، یعنی چه نیازی بنویسی که آقا مثلا من بدون نیاز به ملده. آخه بعد نکته اینجاست که تو اگه تو اون خونه زندگی بکنی و خودت رو اونجا ملده نکنی یه ذره سخته، چون به هر حال تو اول از همه این که آدرست پشت کارت شناساییت خورده، پشت آسوایزت آدرست هست، بعد آدرست اتوماتیک میره برای مثلا مراکز دولتی که به تو نامه میخوام بزنن، یعنی بعد دیگه نامه نمیاد واسط، میره به اون آدرسی که تو اونجا ملده ای. ما چه بدبختی میکشیم، هر 3 آدرس عوض میکنیم بعد بریم به همه جا اعلام کنیم آدرس ما عوض شده. اگه خودت اعلام بکنی بهتره ها. به مثلا میگم من خودم این مشکل رو داشتم، چون من خونمو که عوض کردم، از خوابگاه که اومدم بیرون رفتم یه ویگ زندگی کنم، آدرسمو نرفتم توی پلتفرم بیمم عوض کنم، بعد مثلا بعد 6 ماه دیدم یکی داره بهم زنگ میزنه از هامبورگ، چون بچه‌ها که بیمه تکا دارن مرکزش توی هامبورگه و از اونجا اصولا زنگ میزنن. دیدم یه زنگ میزنه برداشتم و اینا، گوش که آیه میلاد، گفتم که بله اینو بفهم در خدمتم. گفتش که مثلا فلان 20 سال نیست مسائل گفت، بعد گفتش که حاجی ما نامه میزنیم کجایی شما، چرا هیچ اهمیتی نمیدی؟ من رفتم به چون من هم توی این حد فاصل هم موبایلمو عوض کرده بودم شمارمو هم آدرسم، بعد طرف رفته بود به سابکارم زنگ زده بود از اون شماره موبایل و آدرس منو گرفته بود، بعد زنگ زد بهش گفت که جون مادرت بیا برو آدرس تو عوض کن که ما بتونیم مثلا با تو نامه‌نگاری داشته باشیم. اینجوری بودم که حاجی من فکر می‌کردم اتوماتیک انجام میشه، نوکر پدرت واسه حالا میرم عوض میکنم. کی داشت واسط میفرستاد که منتظر جواب تو بوده این همه مدت؟ افزایش قیمت. بله برای همین خیلی پیگیر بود، اگر مهم نبود فرقی نداشت. ولی حالا قبل اینکه بریم بحث بعدی منم بذارین در مورد همین سابلت و اینا چیز بدم. چیزایی که سروش گفت همش صدق میکنه برای آمریکا، تمامش خیلی اصلا شباهت من تفاوتی من ندیدم. ولی یه نکته‌ای که هست، شما جایی که میگیری خیلی مهمه، مثلا اگه خودت اجاره میکنی میخوای سابلت بدی به یکی دیگه، مثلا اون قضیه که کل خونه رو اجاره کردی میخوای اتاقشو بدی سابلت به یکی دیگه، اینه که خیلی هم مواقع من یادم خونه اولام گرفته بودم اصلا نمیذاره، یعنی توی رنتال اگریمنت شما میگه سابلت نداری. آره این یعنی اصلا نمیذاره بدی.
یه سریا اینم نمیذاره. توجه کن. این چیزی که هستش اینه که قانون اینجا شکنی نکنی. تقریبا هیچکی نمیذاره ایر بی ام بی بدی، یعنی یه روزه 2 روزه، یه هفته 2 هفته‌ای. و سابلت و یه سریا میگن نه، یه سریا میگن با ما هماهنگ کن. و خیلیایی هم که میگن نه اگه هماهنگ بکنی بعضی وقتا اوکیو میدن، ولی ایر بی ام بی کنسله. یعنی اصلا هیچکی نمیذاره تو یه هفته همینجوری فقط اینجا رو اجاره کنی که بدیش پول در بیاری ازش. یه نکته دیگه که من میخواستم بگم، چون آپتیم به قرارداد خونه اشاره کرد، حتما حواستون باشه و قرارداد رو بخونید و ببینید که توش اول از همه چی نوشته، چه مسئولیت هایی با شماست. مثلا چه میدونم حتی تو جزئیات، آقا توی خونه مثلا پت میتونی داشته باشی، نمیتونی داشته باشی، اگر یه شرایط خاصی رو مثلا لحاظ کرده، اینو حتما حواستون باشه. یه نکته دوم، حواستون به تایمی که میتونید از قرارداد انصراف بدید هم باشه. این مسئله مهمیه. توی آلمان قانوناً شما 3 ماه قبل از اینکه بخواید از اونجا بلند بشید باید اطلاع بدید. یک سری شرایط خاص، یعنی شما موظفید که از لحظه‌ای که خبر میدید صاحبخونه اجازه داره که تا 3 ماه بعدش دنبال یه نفر بگرده. حالا این وسط ممکنه 1001 اتفاق بیفته. صاحبخونه حال کنه، برگرده بگی که تا 1 ماه دیگه یه نفر رو پیدا کن بیاد بشینه جات، یا مثلا برو 3 نفر رو پیدا کن به من معرفی کن، من یکی از این 3 تا رو انتخاب کنم، اول ماه بعد بشینه تو پاشو برو. یا اینکه مثلا برگرده بگی که من خوابگاهمو که می‌خواستم انصراف بدم و مهمم هست چه تاریخی از ماه انصراف میدید. اگر اشتباه نکنم برای خوابگاهی که من بودم باید توی 15 روز اول ماه انصراف میدادید، وگرنه یه ماه دیگه از اون ته میافتاد روش. ولی زمانی که شما انصراف میدید طرف برمیگرده مثلا میگه که اوکی من میگردم، اگر پیدا کردم بهت خبر میدم، فلان موقع میتونی پاشی. ولی خونه قبلی هم که داشتم طرف گفتش که گفتم اینجوری بودم که حاجی بذار من پاشم تو رو خدا، و طرف اینجوری بودش که واسه من اهمیتی نداره، من 3 ماه دیگه یه نفر رو میشونم اونجا و میتونه این کار رو انجام بده. این قرارداد شما ته نداره مثلا 1 سال ما باید تمدید کنیم، شما همینجوری قرار میبندی تا هر وقت بگی 3 ماه بعد پا میشم؟ اصولا قرارداد اجاره توی آلمان اصولا مادام العمره. این چیز جالبیه، چون اینجا قراردادا تقریبا همیشه بلا استثنا 1 سال است. کمتر پیش میاد 18 ماهه یا 6 ماهه گیرت بیاد، ولی معمولا 1 سال است. و تو در شرایط عادی اجازه این که وسط اون 1 سال بگی من میخوام پاشمو نداری. یه سری شرایط خیلی محدودی هستش که تو میتونی به خاطرش از اونجا پاشی. اگر یعنی چه خاطر چیز کنه، اگر تو بری صحبت کنی با صاحبخونه بگی آقا من میخوام پاشم و طرف ببینه که اوکی مثلا وضع اوکی میتونه یه نفر رو پیدا کنه، یا بهت بگه یکی رو پیدا کن، میگه اوکی پاشو. ولی اگر نخواد پاشی و تو بخوای بری دادگاه که آقا داستان داره من میخوام از جا بلند شم، 2-3 تا دلیل خیلی محدود هست که تو میتونی قرارداد رو فسخ کنی وسط 1 سال، وگرنه باید صبر کنی تا تموم شه. و بعدم تو معمولا بین بستگی ساختمون بین 3 تا 6 ماه فرصت داری، زودتر از اتمام قرارداد بهت نامه میدن که آقا این قیمت سال بعدته، اجاره افزایش مثلا دادیم، طبیعتا کاهش الان نمیدن، و اگر اوکیه بهمون بگو که اوکی میمونم، اگر نه میتونی بگی نه پا میشم، و میتونی گزینه سوم بگی نه و پا نمیشم. آره اون موقع داستان داری دیگه، یعنی آقا من قبول نمی کنم افزایش اجارتونو ولی از سر جام پا نمیشم. حالا دیگه باید بری یه جوری یا خارج دادگاه یا توی دادگاه به یه حد وسطی برسین و با هم دیگه راه بیاین اوکیش کنین. اما یه چیزی که اینجا کمتر انجام میدن الان، مخصوصا یه قانونی گذاشتن تو کبک که راحت دست صاحبخونه بازتره توی مسئله. تو گفتی که صاحبخونه میاد بهت میگه یکی رو پیدا کن بشون جات، من اوکیش کنم بشینه جات. ما اونو بهش میگیم لیس ترانسفر اینجا، یعنی لیس به اسم منه، وسط اون 1 سال قرارداد من میام لیسمو ترانسفر میکنم به اسم یکی دیگه. معمولا یه پول مثلا 100 تا 200 دلاری برای کارهای اداریش میگیرن، یه سری امضا میزنی و اون لیس با همون شرایطی که تو داشتی میره زیر اسم اون نفر جدید. این به سود کسیه که معمولا داره خونه رو میگیره، ولی معمولا به سود صاحبخونه نیست، چون که کانسپت لیز کنترل وجود داره. وقتی که
نشسته باشی تو مستاجر توی یه خونه، وقتی سال بعد میاد از یه حدی بیشتر صاحبخونه اجازه نداره رنت تو افزایش بده. معمولا این عدد توی مونتریال ماکسیمومش رو 4-5%. بیشتر از این تو راحت میتونی بری شکایت کنی و بعد بیاد بگن که آقا این تو باید ریز خرجاتو در بیاری و چرا اینقدر افزایش دادی. نه نمیشه. ولی وقتی که تو رو بلند کنه مستاجر دیگه بخواد بشونه، یعنی قرارداد فسخ بشه، تموم بشه، تمدید نشه و یکی دیگه بیاد، اون وقت صاحبخونه میتونه قیمتو تقریبا هر چقدر که دلش میخواد افزایش بده و هم لول کنه با قیمت الان بازار. سر همین خیلی وقتا اصلا تو میری به ساختمون میگی آقا من میخوام وسط قراردادم پاشم، یه نفرم دارم بیاد بشینه اینجا، اصلا چکش کن اوکی بشینه. طرف میگه نه، چون تو پاشی طرف میتونه $300 ماهی بیشتر از نفر بعدی بگیره، در حالی که اگر تو قراردادی بدی به نفر بعدی که خودت انتخاب کردی ترانسفر کردی، اون بیشتر از مثلا $60 نمیتونه بکشه رو قراردادت. سر همین این کارو اینجا خیلی وقتا نمیکنن و خیلی‌ها دنبال لیز ترانسفرن. خود من لیز ترانسفر کردم خونه که الان توشمو، که مثلا لیس 5 سال پیشه 6 سال پیشه و به خاطر همین قیمتی که من دارم در مثلا مقایسه با بقیه که تو ساختمونمون جدید میان پایین‌تره، چون که کنترل روش بوده چند سال. نه این قضیه اینجا هم هست. و یه چیزی که تو آلمان خیلی معروفه اینه که شما اصولا صاحبخونه اصولا نمیتونه مستاجر رو بندازه بیرون از خونه. اینجا هم همین، یعنی به شدت کار سختیه و به واسطه اینی که قرارداد مادام العمره خیلی فرق میکنه ها. آره اون خیلی بدتر سخت‌تر. تو سر 1 سال طرف میتونه برگره بگه من قرارداد تمدید نمیکنم. نه نمیتونه تقریبا. یعنی قرارداد 1 سال یه بار تمدید میشه به خاطر قیمتشه در اصل، که بتونی تو تغییر ایجاد کنی تو قرارداد. وگرنه گفتم تو میتونی بگی نه من رنت، نمیتونی بگی من خودم میخوام بشینم اون تو. فقط به همین دلیل میتونی بلندش کنی. فقط به همین دلیل میتونی طرفو بلند کنی اینجا. وگرنه دلیلی که 1 سال یه بار قرارداد جدیده به خاطر اینکه تو بتونی افزایش قیمت بدی، بتونی یه شرایطی رو تو قرارداد عوض کنی، وگرنه بازم نمیتونه بلندش کنه. یعنی حتی اگر که تو اینجا بری یه خونه ای رو بخری و بعد این خونه تو از صاحبخونه میخری، یه بابایی هم داره اون تو مستاجره داره زندگی میکنه، تو فقط در شرایطی میتونی یارو رو بلند کنی که بگی من میخوام این خونه رو بخرم خودم برم توی زندگی کنم. در غیر این صورت خب تو بکشی هم نمیتونی یارو رو بلند. اگه با مستاجر خونه رو بخری مستاجر باید بمونه. مستاجر رو خونه خریدی یا حضرت با چه کار سختی. آره. و اینجا مثلا واسه افزایش اجارم قانون 3 ساله. یعنی تو زمانی که مستاجر حالا قرارداد وقتی میخواد عوض بکنه که طبیعتا یک مقداری دستش بازتره، ولی اونم سقف داره، نمیتونه بیشتر از یه حجمی بذاره روی اجاره خونه. ولی زمانی که تو اونجا این قانون رو البته من خیلی جزئیات داره توش، ولی زمانی که تو توی خونه داری زندگی میکنی، صاحبخونه هر 3 سال یه بار میتونه اجاره تو رو ببره بالا. یعنی تا 3 سال، یعنی وقتی یه قرارداد امضا میکنی 3 سال اول میدونی همون قیمته، همیشه میدونی همون قیمته، فقط میتونه یک مقداری توی چیز بازی کنه، توی یعنی بازی کنه که تو هزینه‌های اون حالت شارژ ساختمونه که میتونه بازی کنه. اجاره خود خونه رو عوض شارژ اصلا برای خود یاروه، برای صاحبخونه است. آره ما اینجا بهش میگن نبنکوستن، میشه هزینه‌های جانبی. و این هزینه‌های جانبی ممکنه چند تا چیز مختلف توش باشه. ببین مثلا میگم تو وقتی میگی اجاره ثابته، اینو من توضیح کوتاهی قبلش راجبش بدم، ببخشید بعدش دیگه الان اوکی. اتفاقی که میفته اینه که توی آلمان اجاره سرد داری، اجاره گرم داری. اجاره سرد میشه فقط اجاره خود خونه، یعنی فقط اون 4 دیواری. اجاره گرم میشه زمانی که اگر گرم خیلی داغ باشه، میشه دیگه زمانی که شما داری گاز و برقت هم میدی، یا مثلا دیگه در بهترین حالت اینترنتت هم داری میدی. و از اون حالا از بین این مثلا 3 تا چیزی که گفتم، اینترنت خیلی به ندرت رو خونه است، خیلی به ندرت. از اون 2 حالت دیگه گاز و برق اصولا اگه قرار باشه یکیش نباشه، اصولا برق نیست و ولر، یعنی تو پول حالا همچنان هم بازم میشه هیچ چه کلمه‌ای فرق داغیه، چه تغییری میکنه وقتی میخوای بگی این هست اون نیست، اون جفتش هست. وقتی میشه چیز کالت میته یا همون اجاره سرد، تو میدونی داستان چیه، میدونه که هیچ نیست. اگر بنویسه گرم بعد بپرسی و گرم گاز، نه
و بعد اگر بنویسه گرم و توی پرانتز بنویسه هزینه مثلا گاز جداگونه است، هزینه برق جداگونه است، تو میدونی اون توی این نیست. ولی هیچی ننویسه همه چی هست. هزینه جانبی هم توی اون گرم است. تو یه نبنکوستن هم داری اصطلاحاً که مثلا میشه چه میدونم هزینه‌ای که میگم تو تعریف ما بهترین چیز شارژ ساختمونه. مثلا میشه هزینه‌ای که طرف واسه سطل آشغال میده، واسه خالی کردن آشغالا میده، واسه پاکیزگی مثلا راهرو میده، نگهداری ساختمون. آره. جزئیاتشو ما نمیدن اصلا. اینجا آخر سال بهت یه فاکتور میده، بازم اونم بستگی داره، یا تو قراردادی که بستی، اصطلاح آلمانیش الان دیگه بهتون بگم خیلی خوشحالشین، نبنکوستنت پاوشاله یا حضرت نبنکوستنت پاوشاله. ببین یعنی این که یه عددی رو اعلام میکنه و میگه که آقا تو مثلا 200 تا میدی و دیگه 200 تا میدی، دیگه خوش و خرم زندگی تو میکنی. خب یعنی ته سال کمتر از 200 تا بشه بیشتر از 200 تا بشه، همینی که هست. اوکی. ولی اگر پاوشال نباشه آخر سال به تو فاکتور میده صاحبخونه، اگر بیشتر شده باشه باید پول بیشتر بدی، اگر کمتر شده باشه بهت پول پس میده. واسه همچین چیزی نداره اونجا. اوکی. و اگر پول گازت هم بخواد مثلا روی اجاره خونت بگیره ازت، اونم دقیقاً داستانش همینه، به تو برمیگرده میگه مثلا انقدر یورو پول گاز بده، ولی دیگه مسئولیت مصرفت بازم با خودته. ته سال بهت برمیگرده میگه که آقا این شده هزینه گاز تو، اگر بیشتر مصرف کرده باشی باید پولشو بدی، کمتر مصرف کرده باشی باید از یه بهت پول پس میده، تا زمانی که هیچ کدوم از این اعداد پاوشال ننوشته باشه. شما اصلا گاز استفاده میکنین؟ گرمایش خونه با گاز دیگه. داشت اصلا سختی آلمان توی جنگ اوکراین همین بود دیگه. یادم اومد. آره. تو گفتی در مورد یکی اپیزود همش حرف زدیم. همون. نه واسه من خیلی عجیب بود که یعنی من الان عادت کردم، وگرنه اول که اومدم خیلی برام عجیب بود که کلا ما گاز نداریم. و تا جایی که میدونم ساختمونای جدیدی هم که ساخته میشن اجازه ندارن دیگه توشون استفاده از گاز داشته باشن. ما مثلا هیتینگمون همش با برق، گازمون لیترالی با برق، یعنی هیچ استفاده ای از گاز نیست. اگرم 1% باشه اون مرکزی ساختمونه که اصلا به ما مربوط نیست. یعنی اینی که مثلا مشاعات رو بخوان گرم کنن اگر از سیستم گازی استفاده کنن دیگه به ما مربوط نمیشه. ما پول واحد خودمون رو میدیم که اونم همه چیش با برقه. اونم تلاش آلمان بر همینه. ولی خب همون خیلی کار سخته. فکر می‌کردم آلمانی که قدیمیه همه. آره من فکر می‌کردم آلمانی که خیلی روی مثلا یه کار جالبی که توی یه کار جالبی که دارن توی یه سری از شهرهای بزرگ انجام میدن اینه که گرمایش رو منتقل میکنن اصطلاحاً. یعنی مثلا یه پروژه‌ای بود اگر اشتباه نکنم توی فرانکفورت بود، نمیخوام اطلاعات غلط بدم در مورد جاش اینا، ولی داستان از این قرار بود که یه آیتی سرور خیلی بزرگ بود. گرماشو میبردن به خونه‌های گرمایی که تولید میکرد و منتقل میکردن به یه محله‌ای و گرمایش خونه ها رو تولید میکرد. چه منطقی، ولی چه جوری اینو انتقال میدادن؟ نه این بود، این اتفاقا توی خیلی وقت پیش اون زمان که نیما اکبرپور تو بی بی سی کار میکرد تو کلیک همچین چیزی رو گفت. آره نه این داستان خیلی یعنی و سعی میکنن الان مثلا توی ساختمونا هم همین کار رو انجام بدن. ما الان مثلا توی خیلی از ساختمون پروژه‌ای که داریم بهش میگن اصطلاحاً اینجا اصلا دلیل نداره آلمانیشو بگم، اصطلاحش میشه هیچ وقت دلیل نداره آلمانیشو بگی ولی میگی. قطعا دلیل داره آلمانیش، به همون دلیلی که تو انگلیسیشو میگی منم دلیل داره آلمانیشو بگم. بفهم. میشه مثلا برد مجدد گرمایش و توی ساختمون سعی میکنن این چرخه رو ایجاد بکنن که اگر یه چیزی هست که داره گرما تولید میکنه تو اون گرما رو دوباره بیای و ساختمون رو باش گرم بکن. دقیقاً اینجا هستش. آخه تابستون میخوای چیکارش کنیم؟ گرما که پمپه که این کارو انجام میده دیگه. تو یه خروجی گرما داری که میتونی گرما تو بدی بیرون، یه حالت هم داری که یه پمپ گرمایش داری که برش میگردونه توی چیز. نه ولی اینی که میگی و اینجا قطعا استفاده میکنن، چون که اینجا مثلا زمستونا میشه -20 -30 به صورت خیلی راحت و
من مثلا مسافرت رفتم اومدم و خب هیتینگ ها اینا رو خاموش میکنم میرم و برمیگردم، خونه -20 نیست، خونه مثلا 5 و خب از روی گرمایی که از مشاهات و اینا مثلا داره میاد پنجم کاملا چیز درد میشه. داره. نه آره خب خاموشه چون چیز سیستم گرمایشی، من اگه روشنش میتونم روی حداقلی بذارم مثلا رو 18 برم، ولی وقتی خاموش کنم بیام هیچ وقت منفی نمیشه، چون اون سیستم گرمایش حتی سرمایش تابستون هم یه مقداری خونه رو خنک میکنه چون دارن استفاده میکنن و اینو کاملا مشخصا چیز میکنن، هدایت میکنن. ولی حالا این داستان انقدر داستان ادامه داریه که بیشتر حالا بچه‌ها زمانی که بیاین و حالا بچه‌ها که اینجا هستن در طول زمان آدم یاد میگیره همه اینا رو. ما هم اولش در جریان هیچ کدوم از این اتفاقا نبودیم. ما سعی میکنیم الان یه مقداری تجربیات و اطلاعاتمون رو بدیم تا کار واسه بچه‌ها راحت‌تر بشه، ولی در نهایت لزومی نداره. یعنی من این نکته خیلی مهمی رو فقط اینجا بگم قبل از اینکه اینو بگی، اینه که کسایی که دارن میبینن ما رو گوش میکنن و برنامه دارن که مهاجرت کنن و دنبال خونه اینا، یه نکته خیلی مهمه حداقل اینجا تو کانادا، در مقابل صابخونه پررو باشین. نکته بسیار واقعا یعنی اصلا نمیتونم تاکید کنم چقدر این مسئله مهمه، چون ما همش نمیدونیم، آشنا نیستیم با قوانین، هر کی هر چی بهمون میگه میگیم باشه، در حالی که چیزی که من تو این مدت چند سالی که اینجا بودم دیدم از خودم و از دوستام، هر کی صابخونه ها همش دنبال اینن که بچاپن ازتون و به هر دلیلی بهتون بگن که این کارو کردی اشتباه بوده جریمه بده، اون کارو کردی پس من فلان کارو میکنم، در حالی که واقعا بالای 70-80% مواقع هیچ مشکلی نداشته و اصلا کاری که طرف داره میکنه غیر قانونیه و داره رو این استناد میکنه که شما آشنا نیستین با قوانین که بریم پیگیرش بشین. واسه همین خاطره بگیم واقعا حواستون باشه که خونهش رو پس داده بود، بعد یارو میگفتش که رنگو زدی ترکوندی. آخ آره. و این میگفت من کاری نکردم، هی میگفت نه بیا پول بده خونه رو یه ست دیگه رنگ بزنه. آخرام چقدر $600 اینا می‌خواست بگیره واسه اینکه یه خونه رنگ بزنه. اون اصلا رنگ خونه بهش میگن wear and tear، یعنی شما در مصرف این اتفاق میفته، این چیزی نیستش که شما ضرر زده باشی به خونه. استهلاکیه که اون چیز داره، استهلاکه و شما نمیتونی استهلاکو به مستاجر خورده بگیری و بری پولشو بگیری. استهلاک عادی بوده، دیوار نشکسته بوده، مثلا پیچ زده بوده به دیوار، شما هیچی نمیتونی بگی بهش از طریق قانون. و اومده بود میگفت پول رنگو بده که من اینو رنگ کنم. رفت 2 تا پرسجو کردید، نه اصلا نباید این کارو کنه. بهش گفت اگه مشکلی داری برو شکایت کن. طرفم نرفت شکایت کنه چون میدونست، فقط می‌خواست ببینه میتونه اون $600 رو بگیره یا نه. خیلی این قضیه تو آلمان باید واقعا پرداخت بکنی در نهایت. یه نکته آخری مباحث مختلفه. با چت جی پی تی مشورت کنین آقا، حتی به خدا خیلی کمکش میکنه. بگید مثلا نمیکنه واسهتون ولی قوانین رو نه آره، ولی به آمریکا مثلا بگم من مثلا تو ویرجینیام، بگید من تو ویرجینیا زندگی میکنم، مثلا این اتفاق افتاده فلان، طبق قوانین ویرجینیا چطور. یه ممکنه حتما درست نباشه ولی یه روشی، یه شیوه شما رو به سمت جهتی هول میده که حالا اگه کاملا درست نباشه یه مقداری درسته. آره، ولی در نهایت حالا این بحث خیلی بحث جامع و کاملیه. من به عنوان صحبت نهایی بگم که یه ذره ممکنه که من خودم رو توی چند جای مختلف صحبت گذاشتم جای کسی که داره این مکالمه رو گوش میکنه. اینا یه سری اطلاعات و یه سری چاله چوله هایی بود که ما گفتیم، ولی باعث نشه که فکر کنید که مثلا وای چه اتفاق عجیب و غریبی داره میفته. یعنی در نهایت همه چیز اوکیه. خیلی به گیرنده های خودتون دست نزنید، اتفاق خاصی نمیفته، به زندگی ادامه بدید و همین دیگه. ایشالله که لذت برده باشید. حاج آبتین قربونتون برم. خب مرسی که یک بار دیگه اگه تا این اپیزود تا تحلیلی من تشکر میکنم. مرسی که یک بار دیگه این اپیزود دیدین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کامنت کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین. از این کارو دوست نداشتین ویدیو رو دیسلایک کنین. کامنت رو میخونیم جواب میدیم. اگه وقت کنم من میلاد داشت سرم داد بیزد قبلش که چرا کامنت رو جواب نمیدی. آره ببخشید من سرم شلوغ بوده، کامنتاتون الان جواب میدم. و اینکه ما توی یوتیوب که دارین احتمالاً میبینین، اگه یه جای دیگه دارین میشنوین احتمالاً اسپاتیفای، کست باکس و اپل می پادکسته. و اینکه تا شب و روزی دیگر و روزگاری دیگر بدرود.